دیگه لطف کنین پشت دستتون رو داغ نکنین، بلکه به جاش دلتون رو داغ کنین. چرا؟ این حکایت میگه یه روزی یه چوپانی داشت از کنار یه کشتزاری میگذشت، دید اون کشتزار آتیش گرفته، یه ماری هم داره میسوزه. گفت برم این مار رو نجات بدم، بلکه کمکی کرده باشم. رفت و این مار رو برداشت، انداخت توی توبره، انداخت رو دوشش. گفت برم یه 100 متر اون برتر آزادش کنم. این از توبره در اومد بیرون. گفت که لبتو نیش بزنم یا گردنتو؟ گفت آقا ماره، سزای نیکی نیکیه نه بدی. گفت نه، سزای نیکی بدیه. گفت از اولین کسی که میاد میپرسیم ببینیم سزای نیکی نیکیه یا بدیه. خب رفتن و یه روباهی اومد. گفتن آقا روباه، سزای نیکی نیکیه یا بدیه؟ گفت من تا صورت واقعه رو نبینم نمیتونم تشخیص بدم. گفتم خب واقعه رو دوباره درست میکنیم. یه آتیشی دوباره برقرار کردن و ما رو انداختن توش. مار هی میگفت کمکم کنید کمکم کنید. روباه گفت همونجا بمان تا رسم نیکی از جهان ور نیفته. و تو هم ای چوپان مار در آستین خود پرورش نده. محبت به نامرد کردن بس، محبت نشاید به هر ناکسی. تهی دستی و بی کسی درد نیست، که دردی چو دیدار نامرد نیست. انشالله که نامرد سر راهتون قرار نگیره.